احساس نکنه. همین لحظه از طریق صفحات ما بالای 70,000 نفر کوروش لایف و زنده میبینه، دعا میکنه و آرزوی موفقیت برای کوروش میکنه. کوروش تنها نیست. و امتیاز میزبان بودن طبیعتا نقش خود داره. میزبان بلال حسین است، سازمان از بلال حسین، کشور از بلال حسین، تماشاچی از بلال حسین از حق میزبانی برخوردار است. امتیازی که بلال داره، بلال که سابقه ناکاوت دو تن از ورزشکاران ما را داره و کسی که در من چمپیونشیپ هم فایت داشتن. بچه‌ها لایف تا میتونید شریک کنید. کوروش ما داخل میشه. His opponent fighting out of the red corner, representing Afghanistan, Farhad Latami! کوروش ما، کوروش! نام خدا افغانای ما پیش کوروش جمع است. کوروش با لب خندان، با لبخند همیشگی داخل قفس میشه. کوروش عزیز، کوروش تنها نیست. افغان‌ها در کنار کوروش هست در ورزشگاه و ما هم از اینجا در کنارش هستیم. کوروش تنها نیست. کوروش با لب خندان روحیه خوب داره. کوروش عزیز عالی. پرچم سه‌رنگ افغانستان در پیشانه کوروش هست. در بک‌گراند هم دوست ما، وطندار ما بیرق افغانستان نگه داشته و لحظه خداحافظی با اعضای تیم مسای افغان و بچه‌ای که در کنار کوروش هست. اینا میگن اتحاد. اعضای تیم، ورزشکارا، استادا، هر کسی که از افغانستان است در کنار کوروش آمده. تمام تیم ما در کنار کوروش هست. خانواده کوروش هم صدای ما را میشنود. تعداد برنده لایف و میبینه که کوروش پسرشان چقدر محبوب هست. و جا دارد تشکری کنیم از